بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، بعضی برادران سوال کردن، گفتن که بابایشان درباره ازواج مطهرات نامهاشون رو برای ما بیان کن. مختصرا ان شاء الله به مدد الهی، ان شاء الله به فضل الهی نامهای ازواج مطهرات برای شما بیان میکنم. اولین مادری که پیغمبر علیه السلام ازدواج کردن خدیجه ابنت خویلد، دوی مادرمان سوده ابنت زمعه، سوم مادرمان عایشه ابنت ابی بکر رضی الله تعالی عنه. سه مادرمان در مکه پیغمبر علیه السلام ازدواج کرده بودند. و چهارم مادرمان ام المؤمنین حفصه ابنت عمر بن الخطاب رضی الله عنه. و ام المؤمنین ام حبیبه ابنت ابی سفیان رضی الله تعالی عنه. و ام المؤمنین زینب ابنت خزیمه و ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنه. و ام المؤمنین زینب بنت جحش و ام المؤمنین میمونه ابنت الحارث، ام المؤمنین صفیه بنت حیی ابن اخطب و ام المؤمنین جویریه. خب از مادرایی که سبحان الله یعنی اونها مادر بودند برای ما و شما، سیده ماریه قبطیه بودند. اینم مادرامون بودن. از جمله مادرامون سیده ماریه قبطیه که مقوقس از قصر مقوقس به سوی جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرستاده شده بود از پادشاه مصر. خب مادر ابراهیم است. خب و ماریه و میحن، خب اینا بودن. سیده ماریه و ثقل مریر بود. سیده ماریه با سیدت المبارکه بود. ریحانه بنت شمعون بود. این هم سبحان الله ازواج مطهرات بودند. برای این سبب الحمدلله العالمین و از جمله مادرانی که با 14 مادری که بغیر اینها پیغمبر علیه السلام ازدواج کرده بودند و با هم خوابگی نکرده بودند، با 14 مادر دیگر که ام شریک، خوله، خب عموره، اسماء، سناء، ملیکه، فاطمه، عالیه، قتیله، شراف، خب شنبا، لیلا، خب امرات من غفار، آمینه، اینها مادرای هستند که ازدواج کردن و داخل نشدن. این هم ازواج مطهرات هستند. از همین لحاظ یعنی اگر هر کسی بخواد که معلومات ازواج مطهرات خب بخواد که خوبتر بفهمد، فی رحاب امهات المؤمنین، فی رحاب الامهات المؤمنین المصطفیات من رب العالمین، کتاب زیباست که درباره ازواج مطهرات خوب بیان کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.